و خلاف اصول مبارزات آزاد هست. به نظر تعداد کسانی که از درون قفس باید کمتر شوند. دکترها هم خارج میشن. مشکل خاصی هم برای احمد ولی هوتک پیش نیامده و او بدون شک میتونه مسابقه را ادامه بده. حکم این دیدار اولین کاری که میکنه این است که قفس را کمی خلوت میکنه، فضا را آرام میکنه. راوند دوم تا ثانیه هایی بعد 3 2 1 این هم راوند دوم. این دیدار هم که به عنوان من کارد یا دیدار مرکزی یاد میشه 3 راوند داره. باز هم احمد ولی هوتک حملات را آغاز میکنه. این هم هموطنان احمد ولی هوتک سر از پا نمیسازه. قلی‌پور را دیدم یک لحظه، ورزشکاری که 5 دوره قهرمان جهان هست در رشته وشو، از کشور ایران آمده، حریف پاکستانی را نقش بر زمین کرد. او هم در کنار قفس است. واقعا نمیدانم که دوست داره احمد ولی پیروز شده یا لئوناردو باربوزا، اما به هر حال در کنار قفس ایستاده. باربوزا آمد جواب لگد احمد ولی هوتک را بده، ناکام بود. احمد ولی هوتک باز پای چپ باربوزا و زانوی چپ باربوزا را نشانه رفته هوتک. این ضربات بدون شک هم امتیاز داره، در عین حالی که امتیاز داره شدیداً در رقابت هایی که مخصوصا 5 راوند باشه تاثیرگذار هست تا حریف را از یک پا از کار تقریبا برای مبارزه کردن در درون قفس بیاندازد و وارد فاز جدیدی از حملات شوند و روی همان پا فایترها و مبارزها کار میکنند. احمد ولی هوتک را میبینیم که در چهره او کاملا مشخص است که برای پیروزی آمده و این پیروزی دور از دسترس نیست. این پیروزی نزدیک است. هوتک این پیروزی نزدیک است. باز هم زانوی چپ لئوناردو باربوزا. این لئوناردو باربوزا 19 دیدار را برده، 13 دیدار سبمیشن با سبمیشن برده، 9 دیدار از او 13 دیدار را که با سبمیشن برده با یک ترفند تانسته حریف خود را شکست بده. فریادهایی که می آمد که مشت مطمئنا این مشت برای مشت های احمد ولی هوتک بود. لئوناردو باربوزا با پاهای خود میرقصد در برابر احمد ولی هوتک تا نشان بده لگدهای احمد ولی هوتک بر روی زانوی چپ لئوناردو تا کنون تاثیرگذار نبوده، اما اینها نمیتونه پایان کار برای لئوناردو. این هم آفرین احمد ولی یک لحظه لئوناردو باربوزا لغزید روی آبی که روی قفس ریخته بود، اما احمد ولی به سوی اون ندوید، ایستاد تا لئوناردو باربوزا دوباره تعادل خود را به دست بیارد. در مبارزات آزاد کمتر این چنین ورزشکاران جوانمرد را می‌بینیم و مطمئنا احمد ولی هوتک میزبانی را و مهمان‌نوازی را برای باربوزا حالا بغل در بزن گنده بزن این هم ضربه‌ای که میزنه و تمام گفتم که پیروزی نزدیک است. هوتک پیروزی در همین نزدیکی هاست و این صحنه هایی که کاش رخ نمیداد. خپلوار غرور روان میرنه یوما افغان تاریخون پریگوادی. این صحنه های زیبایی نیست به نظر من باید قفس کمی زودتر خلوت شود و هم هوتک به هر حال کمی نیاز به اکسیژن بیشتر داره، هم لئوناردو. این زانویی که هوتک آمد و بر پهلوی باربوزا زد کار باربوزا را تمام کرد. فایرورک هایی که یا شعله های فایرورکی که شما میبینید به افتخار پیروزی احمد ولی هوتک زده شد و این هم اشک های احمد ولی هوتک. امشب یک ملت با تو خوشحال است. همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه که چه خواهد شد. افسوس ای کاش این گونه نبود، اما هست. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان.
زنده باد ملت افغانستان، زنده باد مردم افغانستان. ای کاش هوتک که این گونه رقابت ها در افغانستان بیشتر برگزار میشد، قبل از این برگزار میشد. هزاران نفری که در جمنازیوم هستند و در محل برگزاری این رقابت هستند با هوتک خوشحال هستند و میلیون ها هموطن ما که این رقابت ها را از طریق شبکه تلویزیونی یک تماشا میکنند خوشحال هستند و جای داره که از تمام همکاران خود تشکری کنم، همکارانی که واقعا در این چند روز تلاش کردند، نزدیک به 1 ماه میشه زحمت میکشند. حالا هوتک میگه که تا همه از قفس خارج نشدن پایین نمیشه، همه باید از قفس خارج شوند. آفرین هوتک. هوتک پایین نشو، هوتک پایین نشو، اجازه بده که همه خارج شوند از قفس. زنده‌باد همه کسانی که برای پیروزی هوتک دعا کردند و ای کاش این پیروزی ها ادامه داشته باشه در خاک افغانستان با غیور مردان و بزرگ مردانی مثل احمد ولی هوتک. زنده باد احمد ولی هوتک. این لبی که شکافته، لبی که از او خون میریزه، اما این لب در راوند اول شکافت اما هیچگاه تسلیم نشد، هیچگاه تسلیم نشد. این نشانی که بر روی لب احمد ولی هوتک است نشان غیرت یک ملت است و زنده باد احمد ولی هوتک. هوتک مایک میخواد، هوتک مایک میخواد، باید به اون مایک برسانم. هوتک مایک میخواد، باید به اون مایک. من سکوت میکنم تا هوتک صحبت کنه. الو هموطنان عزیز، دوستان عزیز، خواهش میکنم خیر شما بیرون برین، ما زیاد گپ دارم دلم بد میشه بیخی. خواهش میکنم شما بیرون شوید، خواهش میکنم کلتون برو امیر ابان دلم بد میشه بسیار. این هم صحنه آیسته ای که می‌بینید. هوتک یک ضربه، 2 ضربه، این هم ضربه دیگر، این هم ضربه دیگر. صحنه آهسته این رقابت را تماشا می‌کنید. احمد ولی هوتک